منتظر این شب بودم. فکر می‌کنم 8-9 سال پیش بود که قراری با شما داشتم که در خدمتتون باشیم. متاسفانه به دللی نشد و همه این سالها لحظه شماری و روز شماری کردم تا بتونم در خدمتتون باشم. من که خیلی هیجان دارم. امیدوارم که این حس و حال متقابل باشه که میدونم هست. امشب میخوایم با هم شب ترانه ای رو داشته باشیم و یک شب فراموش نشدنی قطعاً برای من هست. امیدوارم برای شما هم باشه. همونجور که میدونین اسم این شب ترانه هست رد پای خاطره. ما با ترانه های دهه 40 شروع میکنیم و میاییم جلو. قبل از اینکه شروع کنم دوست داشتم این یک خط شعر که شنیدم براتون بخونم که خلل پذیر بود هر بنا که میبینیم مگر بنای محبت که خالی از هر خلل است. آره خیلی